به نام خداوند بخشاینده مهربان. درود همدیاران گرامی و زبان آموزان ارجمند. درس 12 است از سلسله درس های انگلیسی برای نوآموزان. الفبای زبان انگلیسی حرف K. کنگورو، کنگورو، کنگورو. و زبان تاجیکی نیز کنگورو یا حیوان پستانه دار. کی، 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 کی. کلید، کلید یا تگمچه. در صفحه کلید به معنای تگمچه می آید. کی. کیبورد، 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 کیبورد. تخته کلید، صفحه کلید یا به زبان روسی کلاویاتور میگوییم ما شما. کیچن، 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 کیچن. آشخانه، آشپزخانه. اتاقی که در آن پخت و پز و طعام میخوریم. به زبان روسی کوخنی. این بود درس 12. تا درس نوبتی. خدا حافظ.